باید یک کمی منتظر شویم، یک کمی صبر داشته باشیم، جستجو کنیم و طلب کنیم از مقامات که اون خریطه نو رو با جامعه معرفی کنند. از روی این خریطه نو بعد این تقسیمات 50 در 50 که مقامات قرقیزستان گفته ایستادن، آیا واروخ برای مثال انکلاو باقی مانده است یا اینکه مردم واروخ به قسمت دیگری تاجیکستان بدون گذشتن تریتوری قرقیزستان دسترسی دارند. مثلا بدون آنکه از زمین های قرقیزستان رد شوند میتوانند بیان به چارکوی، اصفرا و دیگر دهه ها. این رو باید طلب کرد، این رو باید دید و این خریطه رو با خریطه های قبلی مقایسه کرد، بخصوص با همون خریطه هایی که در اول مناقشه هم حکومت جمهوری تاجیکستان و هم طرفداران حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص پروپاگاندیستا مبلغان حکومت با کف که دهان میگفتند با استناد به ارشیوهای زمان شوروی، به سندهای سالهای شوروی که تمام این زمینهای دعواگی بین تاجیکستان و قرقیزستان 100% مال حلال تاجیکستان هست در اساس تمام سندها، خریطه ها، و قرقیزستان هیچ حق دعوای به 1 متر زمینی مورد بحث بین قرقیزستان و تاجیکستان ندارد و تنها بعد از این ما میتوانیم قضاوت کنیم که در اینجا چند فایز داده شده است و دعوای طرف قرقیزستان درباره 50 فایز 50 با 50 تا کجا درست است. برداشت شخصی من چی است؟ طرف تاجیکستان چرا خاموش است؟ برای آنکه میداند که در اینجا 50 در 50 نیست و احتمال زیاد دارد که 70 به 30 است، 80 به 20 است و حتی میتواند بیشتر از این. اما با خواهش و با التجای طرف تاجیکستان از همتاهای قرقیز خود، از اونا گفتن که شما حداقل همین رو 50 در 50 معرفی کنید و تا اینکه برای ما آبروریزی کلان نشود. و طرف قرقیزستان چرا با زبانی دراز، با فخر، هم رئیس جمهورش در این باره گپ میزند، هم وزیر مثلا امنیتش، هم وکیلها، وزیر امنیت در پارلمان گزارش داد به وکیلانش. جامعه شهروندی قرقیزستان آرام است. برای چی؟ جامعه‌ای که 3 مراتب تجربه انقلاب دارد، اجازت نمیدهد به یک رئیس جمهور، به یک حکومت که از مرز خود بگذرد و این را جبار میداند، این را تاشی میداند و این را پارلمان هم میداند و امکان ندارد که این گونه رئیس جمهور، این گونه وزیر در این گونه کشور با این گونه ملت طرز رفتار کند که مردم از اون ناراضی باشند. و رضایت مردم قرقیز در چی است؟ پرزیدنت، وزیر، پارلمان، سیاستمداران او را قانع کنندند که در این بحث مرزی با تاجیکستان ما برنده هستیم، ما چیزی را از دست ندادیم بلکه به دست آوردیم. از چی به دست آوردیم؟ از همون تریتوریایی که 100% مال تاجیکستان بود، ما با جنگ، با دعوا، با فشار، با هر راهی که امکان داشت حداقل 50% رو گرفتیم. یعنی شما تصور کنید که در اون مال، در اون چیزی که شما اصلا 1% هم حق ندارید، 50% حداقل به دست بیارید. طبیعی است که هم پرزیدنت راضی می شود، هم وزیر راضی می شود، هم مردمش راضی می شود. وگرنه رهبران قرقیزستان با این فخر و با این زبانی دراز در نزد مردمشون گزارش نمیدادن. اما چرا امام علی رحمان، یتیموف، چرا مسئولین دیگر خاموشن؟ نه درباره 50% حرف میزنن، نه درباره 40%، نه درباره 80%. برای آنکه اینا متهمن. چند متهمی دارن. یکی اینکه اینا از همین 100% حق تاجیکستان حداقل 50% را دادن، حالا که من باور ندارم که این 50% است. احتمال دارد زیاد باشد و بازم تکرار میکنم با خواهش و با التجا و پافشاری طرف تاجیکستان گفتن حداقل شما که آزاد گپ زده میتوانید، ما که گپ نمیزنیم در نزد ملت، اصلا خود را مسئول هم نمیدانیم که
به ملت خود گزارش بدهیم، خب حداقل 50% بگوید که ما هم زبانمون یک کمتر دراز شد، بگیم که حداقل این بحث رو ما 50-50 انجام دادیم. اصلا ببینید رفتار دو حاکمیت رو، جباروف خود را پرزیدنت میداند، میاد به ملتش گزارش میدهد، میفهماند با تمام جزئیات، تاشیف خود را وزیر میداند، وزیر یک ملت، مسئول در نزد یک ملت، میاد گزارش میدهد. امام علی رحمان خودش رو پرزیدنت نمیداند، خودش رو مسئول نمیداند، خودش رو گزارش دهنده نمیداند، اصلا ملت تاجیک رو ملت نمیداند که بیاد چه در قضیه کانی بادام چه در قضیه مرز گزارش بدهد که خب من چرا این تصمیم را گرفتم، چرا سازشنامه امضا کردم، این 50-50 از کجا آمد و این خریطه نو چگونه پیدا شد. چرا امام علی رحمان خودش رو مسئول بداند؟ ملت تاجیک چی ملت است؟ مگر او را انتخاب کرده است که در نزد ملت جواب دهنده باشد؟ امام علی رحمان بالای ملت تاجیک منت بار کرده ایستاده است که اگر من نباشم کبیری می آید و نمیدونم گروه 24 میاد میترساند که شما را چیکار خواهد کرد. شما اگر زمین را به خیتای هم بدهم، به قرقیزستان هم بدهم، مردم کانی بادام را هم از بین ببرند، هم شما باید قرضدار باشد از من، چون که من شما را از کبیری حمایت کرده ایستادم. این منطق و مفهوم حکومتداری است و به همین خاطر است که هیچگاه خودش را جوابگر مسئول در نزد ملت تاجیک نمیداند که بیاید این درباره مرز گزارش بدهد، درباره 50-50 گزارش بدهد. من مسئله را چنین میبینم که در پس این پرده یک اسرار هست که امام علی رحمان، یتیموف و دیگر مسئولین نه خود را مسئول میدانند، نه جوابگر میدانند، نه جرأتی این را با مردم آشکار گفتن را دارند. ما باید منتظر باشیم، البته منتظری خالی نه، ما باید طلب کنیم که وقتی که در اول دعوا آمدید با دهان پر گفتید که این سرزمین تاجیکستان است، چندین نفر شهید شد از سربازان، از مردم محلی، خانه ها سوخته شدند، به مردم آوردید خریطه نشان دادید، سند نشان دادید. من یادم هست که دوست ما عبدالله رهنما یک مقاله نوشت و با چندین دلیل ها خواست مردم تاجیک را متقاعد کند و متقاعد هم کرده توانست که همین سرزمینی یا اون تریتوریایی که مورد دعوای دو طرف است 100% مال تاجیکستان است. امروز سوال این است که اگر 50% هم داده باشد، این 50% رو در اساس چی دادید وقتی که این 100% مال ما بود؟ مردم را آوردید متقاعد کردید که سلاح بگیرد، سلاح تقسیم کردید، مردم را گفتید که از همین 100% حمایت کند، دفاع کند. امروز چی شد؟ برای چی 50%ش رو دادید؟ کی جوابی را میدهد؟ برای مگر ترسیدید؟ یعنی اگر ترسیدید از حکومت قرقیزستان، پس آشکار بگید که حکومت قرقیزستان از ما قوی‌تر است، ارتشش قوی‌تر است، پولش زیادتر است، جرأت بیشتر دارد، یا یگان متهمی دیگر داشته باشد، این متهمی رو با مردم بگید که برای چی 50% سرزمین دعواگی را به قرقیزستان دادید. در اینجا میتواند چندین تا سیر و اسرار باشد که ما تمام جزئیات را نمیدانیم، فقط میتوانیم حدس و گمان بزنیم، اما این حق را داریم این حدس و گمان را بزنیم. برای چی؟ برای که در اول آوردن گفتن این 100% مال ما هست، امروز میگویند که ما 50% را دادیم، که من باور ندارم 50% است. مردم واروخ، مردم دهه‌های اطراف باید واقعیت را بگویند که آیا آنها وقتی که به اسفره میآیند از مرز قرقیزستان عبور میکنند یا از سرزمین تاجیکستان مستقیما بدون آنکه 1 متر به وارد خاک قرقیزستان شوند به اسفره آمده ایستادند. باید طلب کرد که این خریطه‌های نو هر چه زودتر نشر شوند. اگر واروخ انکلاو باقی مانده باشد، باید دیگر 100% در پس این قضیه یک خیانت وجود دارد. اما اگر بینیم که نه، واروخ انکلاو نیست، دسترسی مستقیم به سرزمین تاجیکستان دارد، باید دید که چند درصدی تریتوری دیگر را به قرقیزستان دادن که اون دیگر در نهایت کار 50% را تشکیل کرد.
ببینید استاد، نگرانی ما در کجاست؟ نگرانی ما در این است که وقتی که سیمومین یتیموف به بادکان رفت و در اونجا اعلان کردن که به تمام خط مرز معین شده است، این رو اعلان کردن. در همون جا وقتی که اینها یعنی به مطبوعات گزارش میدادند، اونجا قرقیزستان است، مجبور هستی به مطبوعات گزارش بدی، تاجیکستان که نیست. و قامچیبک جیم دمش گرفتگی تاجیکستان آماده گشته می رود، هیچی گپ نیست. به نزدیکی هم در تاجیکستان بوده است، یگان در تاجیکستان بودنش حتی نفهمیدیم که بوده است یا نبوده است. خودش گفت که من تاجیکستان رفته بودم، لیکن وقتی که یتیموف به قرقیزستان می رود، مرده قطاری قامچیبک تاشیف گزارش می تید، در برش استاده. هر دو اینها گزارش دادن، یعنی سخنرانی کردن. قامچیبک تاشیف در برآمدش ان همین معین کردن خط مرز را لحظه تاریخی عنوان کرد. دقت دید دوستان، تماشابینان عزیز، لحظه تاریخی عنوان کرد. وقتی که نوبت به سیمومین یتیموف اومده رسید، این سیمومین یتیموف به فکرم انتظار این نبود که مثلا قامچیبک تاشیف گفت که ما به آخر رسانیدیم میخیل، بعد گپ‌های قامچیبک تاشیف تصدیق کرده شده، لیکن میخواست یتیموف که حال همه چیز پخته رسیدگی نگوید، به همین گپا اشاره کرد. مثلا گریم گفت که خیر گفت و شنید فراگیر بوده، لیکن ما به زیر کمیسیه ها سپارش دادیم که این چیزها را تیار کنند و آماده کنند و این خیلی اون خیلی و هکذا ها. باز در دوامش گفت که ما به این سازشنامه بین دولتی تدریجا نائل میشویم. وای گفته شده است که ما صد% حل کردیم، همه چیز حل شد، این لحظه تاریخی است. این آدم ما گفته شده است که این چیز تدریجا حل می شود. یعنی میگوید که چی میگوید؟ در دوام کار نوبت به مسئله سازماندهی حقوقی میرسد و ما تدریجا به سازشنامه بین دولتی تعیین سرحد دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان نائل میشیم. تدریجا گفته شده است، ولی این یک کشف کردنی است. یعنی شوکت جان، مسئله جنبه روانی دارد، جنبه پسیکولوژی دارد. طرف غالب، طرف پیروز هر چیز زودتر میخواد از پیروزیش درک بدهد، شادیانه بگیرد از ملتش، از مردمش، از روزنامه‌نگاران که من پیروز شدم، من گرفتم 50% را. طرف مغلوب، طرفی که از دست داده است، میخواهد همین خبر مغلوبیت رو به درازا بکشاند، هر چیز زودتر از اون اعلان نکنه، بگوید که من هنوز شکست نخوردم، هنوز یک کمتر دیگر صبر کرد، هنوزم کار تا آخر تمام نشده است. این مسئله روانی است. طرف قرقیزستان گیرنده هست، به دست آورده است، خود را پیروز احساس میکنه. طرف تاجیکستان داده است، از دست داده است و بازنده است و این میخواد این رو اول که اعلان نشود، اگر اعلان هم شد دیرتر شود یا به یک شکل دیگر اعلان شود. و ببینید مسئله یک کمی فراتر از این است. حالا تنها مسئله یک زمین نیست، مسئله اینجا مناسبت های دو کشور است، دو ملت است. من اصلا شوکت و بینندگان محترم طرفدار آن نیستم که ما بیایم ملت قرقیز را، طرف قرقیزستان را، حتی حکومت قرقیزستان را که امروز در نتیجه این داد و گرفت یک قسمی زمین های ما با اون طرف میگذرد، گناهکار اساسی بدانیم. اصلا گناهکار بدانیم. چرا؟ برای که اونها طبق منفعت های ملت خودشون کار کرده ایستادند. اونها مثل هر دولت دیگر در نزد ملت قرقیز وظیفه دارند، جوابگوان. و اگر ملت تاجیک یک حکومتی رو انتخاب میکرد، یک رهبری رو انتخاب میکرد که دقیقاً مثل جاباروف رفتار میکرد، دقیقاً مثل تاشیوف رفتار میکرد، ما امروز فخر میکردیم، میگفتیم که خب مسئولیت خود رو خوب انجام داده ایستاده است. از نگاه شهروند قرقیزستان، از نگاه یک همسایه‌داری، من فکر میکنم ما باید تلاش کنیم که مناسبت‌های دو دولت، دو ملت همیشه دوستانه باقی بماند و از استفاده همه گونه
الفاظ قبیح نسبت همسایه کشور، نسبت مردم قرقیز باید خودداری کرد و باید اعتراف کنیم که این ما هستیم که باخته ایستاده ایم، نه اینکه قرقیزستان پیروز شده ایستاده است. ما باخته ایستاده ایم این نبرد مرزی را، این داد و گریف را. حتی من در یک صحبتم نسبت خیتای هم گفته بودم که ما چرا بیایم حکومت خیتای را گناهکار کنیم که بیشتر از 1% خود که تاجیکستان رو گرفته است. تمام ابرقدرت‌ها، تمام کشورها تلاش میکنن که به منفعت ملتشون، کشورشون 1 متر زمین رو بیشتر بگیرن. خیتای هم استثنا نیست، قرقیزستان هم استثنا نیست. اما این تاجیکستان هست، این حکومت تاجیکستان است که در اینجا بازنده است و گناهکار اساسی است. ما این تنقید و حتی بعضا این نفرت‌هایی را که نسبت همسایه کشورها داریم، همسایه ملت‌ها که زمین ما را گرفتن یا ملت ما را محدود کرده ایستادن، این را کنار بگذاریم، بیایم بگیم که اینها دارن در نزد ملت و دولت خودشون درست رفتار کرده ایستادن به نفع ملت‌های خودشون. بیایم حکومت خود ما رو گناهکار بدانیم که این دارد خیانت میکنن. بنابراین من در اینجا با کمال تأسف، با درد میگویم که ما باختیم، ما باخته ایستادیم و خدا را شکر که بین ما و ازبکستان دیگه دعوای مرزی نیست. خدا را شکر که بین ما و افغانستان دیگر دعوای مرزی نیست. اگر کمترین دعوای مرزی می داشتیم باقی میمان، شک نکنید در این که همین حکومت با همین مسئولین باز یک مقدار سرزمین ما را با دیگر همسایه میدادن و بازم خدا را شکر که همگی 4 همسایه داریم، 4 کشوری هممرز. مثل بعضی کشورهای دیگر اگر 10-15 تا کشوری هممرز می داشتیم، شاید که به هر کدامی آنها اگر یک مقدار زمین تاجیکستان را این حکومت میداد، دیگر تریتوری تاجیکستان با همون دوشنبه و دنقره محدود میشد، تمام. دیگر از اون بیشتر ما دیگر تریتوری هم نمی داشتیم. حالا از عبدالله راهنما ذکر کردید، واقعا چند تحقیقات‌های عبدالله راهنما گذراندگی است در همین موضوع. پیش از همه باید همین کار علمیه که برده شده است، تحقیقات علمیه که برده شده است، من تشکر عرض میکنم به ایشان که از شخصای کمترینی بودند که در این باره کار کردگی است. واقعا عبدالله راهنما 10 نفر در این بابت کار میکردن. او گفت که همون مساحتی که از مساحت تاجیکستان به قرقیزستان گذشتگی است شاید از مساحت شهر دوشنبه ناحیه‌های تابع کلانتر باشد. حالا 200,000 گکتار گفته بود که یادم نیست، به فکرم همین 200,000 گکتار گفته بود. اکنون اگر از حساب عبدالله راهنما نگاه کنیم، از همین 200,000 گکتار اقلا 100,000 گکتارش به تاجیکستان برگشته است، 50%. از حسابی که صادر جبارف اعلان کرد، از همین 200,000 گکتار که قرقیز گرفتگی است، اقلا 100,000 گکتارش برگرداندن دادگی است. یعنی دوشنبه برابر یک استاتوس یک ولایت رو دارد در تاجیکستان. یعنی نیمی یک ولایت برگشتگی است به تاجیکستان. نیمی شهر دوشنبه، مساحت نیمی دوشنبه در یک ناحیه اسفره، مثلا در ولایت سوق، نیمی مساحت شهر دوشنبه به تاجیکستان برگشتگی است از حسابی اعلان کرده صادر جبارف. به نظر شما تو چند روز این واقعیت دارد؟ ببینید، بعضی افراد، بعضی دایره ها واقعا قدرتی قانع گرداندن شنونده ها و خواننده خود را دارند. مثلا با قدرت منطق، بیان، و این گونه افراد را معمولا جلب میکنن برای کارهای تبلیغاتی و ایدئولوژی، برای متقاعد کردن مردم. و این گونه افراد قوی، قدرت بیان داشته، قدرت منطق داشته، خیلی زیاد از طرف حکومت‌های دیکتاتوری در طول تاریخ مورد استفاده و گاه مورد سوء استفاده قرار گرفتند. و همین بود که در دربار شاهان، در کسانی که نیاز به تبلیغ و تعریف و شخصیت سازی داشتند، شاعران قوی، مداحان و کسانی که قدرت بیان دارند، قدرت قلم دارند، منطق قوی دارند و میتوانند حتی بعض افسانه و بعض سفسطه ها را هم
در قالب یک منطق و در علم و فلسفه به نمایش بگذارن، اینا رو جلب میکردن. وقتی که لازم بود همین دوستانی ما با قدرت بیان، با قدرت قلم آمدن جامعه تاجیکستان رو متقاعد کردن که این سرزمین تاجیکستان از طرف همسایه کشور غصب شده است، باید شما با پا بخیزید، باید سلاح به دست بگیرید و بجنگید. و باز همین وقتی که سپارش سیاسی می شود و همین گروه می تواند با قدرت بیان مردم رو متقاعد کنند که همین باخت پیروزی هست و ما از اون 100% که مثلا قرقیزا دعوا داشتن یا باید از ما میگرفتن، ما 50% رو کشیده گرفتیم. خب 100% موافق نشدیم، ولی حداقل 50% رو گرفتیم که این هم خودش یک پیروزی هست. و این در مقابل چین نه، این در دقیقاً همین منطق رو در 10 سال پیش در مسئله چین هم استفاده کرده بودن که گفتن چین تا خاروق دعوا دارد، ما یک پیروزی کلان به دست آوردیم که مثلا فقط یک مقدارش رو دادیم. خب در مقابل چین، قرقیزستان که چین نیست، با اون قدرت ندارد و اهالیش هم از ما 3 میلیون کمتر است. خب پس این منطق دیگه در برابر قرقیزستان به در نمیخورد، نتیجه نمیدهد. برای آنکه خب میشه گفت که چین قوی هست، یکی از دومین ارتش بزرگترین دنیا را دارد، اقتصاد دوم جهان را دارد، 1.5 میلیارد اهالی دارد. ما کی هستیم در پیش چین که دعوا کنیم؟ اما این منطق دیگه در برابر قرقیزستان که از ما 3 میلیون کمتر است دیگر به در نمیخورد. و اگر هر کسی هم تلاش کند بخواهد ما را متقاعد کند که در اینجا یک پیروزی هست، ما میگیم حداقل خودت رو، همون خودت که چند سال پیش ما رو متقاعد میکرده که 100% این تریتوری به تاجیکستان تعلق دارد، اول خودت رو متقاعد کن، اول بیا با اون تناقضا به خودت جواب ده، بعد به مردم تاجیکستان. بنابراین همین من بعید نمیدونم که باز با همین منطق حالا همین را بخواد تلاش کنن که بیان ما را دیگر خیلی فهمونن، اما دیگر ملت اون ملت پیشینه نیست و این تاریخ هم تاریخ چندان دور نیست. این حرفای همگی 2-3 سال پیش است که در این باره گپ میزدن، مردم رو بسیج میکردن. بنابراین همین من بعید نمیدونم که همین منطق رو استفاده خواهند برد، اما باورم این است که مردم دیگر به این افسانه باور نخواهند.